ولی دین تا میخره نابود میکنه. یک کاش مقصد سر خیش هم میخورد نابود میکرد، لیکن دینش هم میخره نابود میکنه. سیام پیامبر نازنین گفت حیا هم گفت بسیار یک نعمت بلنده. حتی پیامبر اون میگه اذا لم تستحی فاستنماشید، اگر حیا نداری هر کاری را که میکنی برای تو درسته. یعنی آدمی بی حیا ده اجازه، هر کاری میکنی، خوب میکنی، بد میکنی، هر چی میکنی تو ده درست، برای تو حیا نداری. شیخ سعدی میگه حیا باید که دارد آدمی زاد که لعنت بر وجودی به حیا با. آدمی زاده باشی باید حیا داشته باشی. اگر حیا نداری لعنت بر همون وجودی تو که تو حیا نداری. چقدر بین حقارت میکنن آدمی به حیا را. حقیقتا ما بسیارتر حیا را در نسبت میکنیم به زنکا، اونم که مردک هم باید دارای حیا باشه. برادری عزیز، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میگه که از راه فی خدریها، ولی که عروسی امروزه را که ما در نظر ند، او عروسی پیشتر دورای ما بودیم، عروس شرم داشت. ولی عروسی شرم نداره، از دیگه شرم ماندگی نیست برادر عزیز. او عروسی پیش تای چادر ده مقصد همین مردک میدیدش در بالای روش میگوی با انار پرکفته سوپ میشی. ای شرم بسیاره. مردک هم شرم میکرد، زنک هم شرم میکرد. میگه پیامبر مون شرمش مثل عروسی تای چادر بود. چهل عروس در تای چادر شرم داشت، پیامبر ما همین خیلی شرم داشت، همین خیلی حیا داشت. اما برادر عزیز باید تعلیم مونه، درس مونه از مکتب پیامبر مون آموزه بکنیم. پیامبر ما شرم که داشت، ما را باید زن و فرزنده و خودمون هممون شرم داشته باشیم. از دیره که در مرکا میشینیم همین در هم دیگه فرق نداره، همین سر بکنیم همه جامون نام میگیریم. در حدیث اومد از پیامبر پرسیدن که حضرت اگر همین مردک مایش یکی در نماز بتوه، مایش یکی بتوه چی میشه؟ حضرت میگه همونجا را ترک کرد، جواب نگفت، سوپ شید. تصور کنید که حتی دیگر جواب گفتن تا نیست. از این لحاظ برادر عزیز، انمون حیای نازنینی که ما داریم او را سرش چی میخره از بین میبره؟ و طمع یزیل الحیا. طمع، اگر کس طمع کردن، گرفتن، طلبیدن، میگه حیا را از بین میبره. چهارم برادر عزیز نعمت پیدا این عملی صالح بود. عملی صالح را برادر عزیز میام عملی صالح، یعنی کاری که شما کردین، یعنی احسان کردین، خیر کردین، اینا در امر معروف اشتراک میکنین، رفتین نمازهای پیشیناتون خواندین، با عصرهاتون اراده دارین، همه این عملی صالح هست. انا که عملی صالح را میگه چی میبره از بین؟ میگه تزیل الغیبه. غیبت کردن عملی صالح را از بین میبره. غیبت همه دانید که غیبت خودش کلمه عربی است. در غایبی یک آدم گپ زدن میگن غیبت. قرآن سوره حجرات آیت 12 یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. خداوند چی میگه؟ میگه از گمانهای بد یکمش پرهیز کنید. دوم، مسلمان در حق مسلمان جاسوسی نکرد. شما میدونید که در دولت‌های روسیه خداوند بسیار شده این جاسوسی ها. در حق دیگر جاسوسی کردن به حد زیاد شده. حتی با کم کمک ولی پیسخان منم زده استن همه ملتی که همین راه در میرفته است، همین ملت خود مونده. دیگه ملت ها را نمیشیده طریق کرده، این خیلی طریق کرده نمیشیده. ای خود منظور بوده، اریجینال بوده. این بسیار بنام خدا در شأن ما شما بسیاری یک
داغ یک چه بدبختی کلانه برادر عزیز. میگد غیبت در دامش گفت جاسوسی در حق کردی، بعد گفت غیبت نکنین. الله میگه یک دیگر تونم دوست میداری این که گوشتی برادری مسلمان تا بخورید؟ شما را بد میرسه وقتی که بگن تون گوشتی برادری مسلمان را بخورید. ای خدا بترسین. الله میگه واتقوا الله، از من بترسین و از این کار شما دور نیستید. شیخ سعدی میگه مکن غیبت اگر عقل تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیب تو گردد بر تو ظاهر و عیب کس کجا پردازی. تو وقتی یک برادر را غیبت میکنی، یک بارک که یک همی دیله اختا برک زد، تو خودت چی داری و تو چی خود کم بودی داری، تو چی بدبختی داری که با یک انسان دیگر را تو مقصد زیر غیبت. برادره از بس که وقتی ما کمتره کرد، ما باید برگردیم و ایلو میخواستم که ما باز زیادتر هم انشاءالله صحبت ها داشته باشیم، ولی یک بخشش زیاد که همین امکانیت داشتیم. بازم از خدای مهربان در حق دعا میکنیم که خدای مهربان نیکی را که یادآور شدیم همیشه الله مهربان و این خصلت های بسیار رذیله که ما یادآور شدیم برادر عزیز، چه از غضب و چه از طمع و چه از حسد و چه از غیبت. خدا از وجود همه شما اینها را دور بگردونه. مهرهاتون، اخلاصاتون، محبتاتون با دین خدا زیاد کنه و این خیر و احسان های کردگی را الله مهربان به درگاهش مقبول بگردوند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.